درود بر هموطنان گرامی. امروز هم با این فایت اومدیم، فایتی بین چارلز اولیورا در مقابل ایلیا توپوریا. همین اول کار سر پای شروع میکنن. میبینیم که چارلز یک کشتیگیر همه تن حریفیه، ایلیا هم از اون ور بعد ضربات پانچی میزنه. واقعا پانچای ایلیا توپوریا خیلی سنگینه، اصلا چیز عجیبیه این مرد. ایلیا توپوریای اسپانیایی در مقابل چارلز اولیورا از برزیل. چارلز هم که میبینین گوش سمت راست، چارلز رو میبینیم که میخواد ایلیا رو زمین میزنه. آره ایلیا رو زمین گیر میکنه، ولی خب برعکس میبینیم که ایلیا میفته روی چارلز. از حق نگذاریم، ایلیا تا الان باختی نداشته، فایتریه که آینده روشنی داره و من اینو توش دیدم، حال میکنم باش، فایتر مورد علاقه منه. خب بریم سر گزارش. اینجا رو میبینیم که پای ایلیا رو قفل میکنه چارلز، بعد زور قفلش کرده، ببینیم تسلیم میشه یا نه، تپ آپ میکنه یا نه. که نه، انگار ایلیا داره خودش رو جدا میکنه. آره ایلیا جدا میشه، هنوزم کمی گیره. این چارلز خیلی سمجه، یعنی هر کیو گرفت، هر کی دیگه رفت زیر دستش دیگه میره. اینطوری بگم بهتون. ضربات کیک از ایلیا توپوریا به چارلز. لفت کیک. چارلز هم بلند میشه، دوباره سر پا شروع میکنن که ضربه لفت پانچ، رایت لفت از ایلیا. اوه اوه اوه. چارلز هم 2-3 تا زانوی بعد میزنه وسط فرق سر ایلیا. اوه ضربه آپر رایت، گاردو بل نمیکنه. ولی خب گفتم ایلیا هم خیلی بوکسش قویه، یهو سورپرایزت میکنه اینطوری. اوه اوه اوه. چارلز نابود میشه اینجا، تموم و تموم و تموم. و این فایت هم ایلیا میبره، ایلیا توپوریا. اینجا هم دیدین که چطوری حرکت رو زد. ببینین لفت پانچ اینجا رفت پشت، یه پا قبل، راست چپ و تمام و تمام. اینجا چارلز هم میفته. ایلیا توپوریا. صحنه یا تکرار رو دوباره ببینیم با هم، واضح تر اینجوری. بعد این لفت پانچش هم زد تو گردن چارلز، کلن بدنش قفل کرد، افتاد. والله ضربه رو ببین، قدرت ضربه رو. اوه بعد زد یکی دیگه وسط گردنش، اولی که افتاد، دومی که زد دیگه تموم. میبینی که رفت، سومی هم خورد وسط فرق گوشش، چهارمی هم زد بهش. امیدوارم لذت برده باشید. حالا بدون که بیشتر، حالا گزارش‌های بیشتری، به خاطر اینکه گزارش‌های بیشتری نصیبتون بشه چنل ما رو سابسکرایب کنید، یه 2 تا کامنت هم بذارین. حالا انگلیسی باشه بهتره. اینجا هم چون من این ویدیو رو از آپارات دانلود کردم، طرف زد سانسور کردین دافه رو. یه بالاخره بدرود.